حالت عمل دو پلک بالا اومدن. اول عکس رو میگیریم صورت صاف، توی دوربین نگاه کنید. عالی. این ور صورت، دست منو نگاه کن، همینجا بمون. عکس نیم رخ، و از 3 تا عکس انداختیم. حالا میایم دراز میکشیم. در ابتدای کار بعد از عکاسی، برای اینکه چشم بی‌حس بشه و بتادین نسوزونه، 2 قطره آنستوکاین، قطره بی‌حس کننده میریزیم، یکم زمان میدیم، بعد میشونیمشون. بعد 2 دقیقه 3 دقیقه بعد طراحی رو شروع میکنیم. خب وسط منو اینا نگاه کنید، وسط عینک منو لندمارک به صورت چشمی در حالت نشسته میزنیم. این باعث میشه که بر اساس فرم صورت، مقدار افتادگی، مقدار پف تعیین بشه که چقدر میخوایم برداریم. در آقایون دوم باید کوتاه باشه، مثل خانوما بلند نباشه. همینطوری وسط اینه که من نگاه کن. عالی. این بچه ها افتادگی بیشتره، طرف راست خیلی بیشتره. درسته؟ خب ببند چشمتو لطفا. کریز رو دقیقا روی خط کریز میگیریم تو آقایون که چشمشون باز نمونه، وضعیت نشن. تو خانوما مقداری پایین تر میگیریم. باز کن که دوست دارن چشمشون کشیده بشه خانوما، ولی تو آقایون فقط هم پف برداشته بشه. عالی. دراز بکشید لطفا. خب چشمت رو ببند لطفا. حالا میایم در حالت خوابیده لندمارک هایی که انجام دادیم در حالت نشسته خطوط رو ایجاد میکنیم. اینا خطوط برش ماست، کاری نداریم فعلا، ماژیکه. این عمل با بی‌حسی موضعی انجام میشه. بی‌حسی موضعیش زیاد دردناک نیست و به راحتی انجام خواهد شد. اینجا میبینم که یه ضربه